سلام دوستان، به کانال حارس فوتبال خیلی خوش آمدین. ویدیو امروز ما درباره نقل و انتقالات رئال مادرید است. درباره هر بازیکن صحبت میکنیم و در آخر هم رتبه بندی میکنیم. همچنان ویدیو ما را لایک کنین و چنل هم سابسکرایب کنین. قبل از اینکه شروع کنیم درباره هر بازیکن صحبت کردن، ما ایره بگویم که رئال مادرید در پنجره نقل و انتقالات امسالش تقریبا 235 یا 240 میلیون یورو خرج کرده. یعنی که از فصل گذشته کرده واقعا خوبتر عمل کرده و بازیکن‌های خیلی با استعداد و بازیکن‌های خیلی با تجربه را جذب کرده رئال مادرید. و با این بازیکن‌ها که جذب کرده امیدوار هستم که پیشرفت خیلی زیاد رئال مادرید در فصل آینده داشته باشه. و اولین بازیکنی که میخوایم درباره صحبت کنم برناردو سیلوا است. برناردو سیلوا بازیکن با تجربه منچستر سیتی، بازیکن چند پسته که هم میتونه وینگر راست بازی کنه و هم به خط هافک خیلی میتونه کمک کنه. بازیکن پای چپ، بازیکن خیلی واقعا بازیکن با فکر بالا، هوش بالا و ببینیم که چی میشه در فصل آینده به رئال مادرید چی کمک کرده میتونه. همچنین آمار که در فصل گذشته ثبت کرد برناردو سیلوا تقریبا 4 گل و 6 پاس گل بوده. برای یک بازیکنی که در هافک بازی میکنه و سنش هم 31 یا 32 ساله است، واقعا یک آمار خوب است و ببینیم که چی میشه. آیا در ترکیب خوزه مورینیو جای ثابت می داشته باشه، آیا خوب عمل میکنه و یا هم خراب عمل میکنه. و بازیکن بعدی که میخوام دربارش صحبت کنم مارکو کوریا، دفاع چپ چلسی که برای رئال مادرید آمد. یک بازیکن بوده که اگر بازی های اسپانیا را در جام جهانی دیده باشین واقعا درک میکنین که چقدر یک بازیکن خوب است. اگر بازی مثلا فرانسه اسپانیا رو دیده باشین میفهمین که اون مایکل اولیسه با استعداد بالایی که داره حتی نتونست یک دریبل در مقابل مارکو کوریا داشته باشه. هم در دفاع هم در تهاجمی و حمله کردن خیلی یک استعداد بالایی داره مارکو کوریا و ببینیم که چی رقم عمل میکنه. تا این بازی که فصل قبل دیده باشین چلسی و جام جهانی خیلی خوب عمل کرده و بعد از رفتن فران گارسیا مارکو کوریا برای رئال مادرید آمد و ایتونه ما نمیتونیم بگیم که مارکو کوریا یک جای ثابت داره در رئال مادرید. خوزه مورینیو گفته در هر پست میتونین شما بجنگین و جای خود ثابت کنین و هم خودتون ثابت کنین هم جایتون هم همون پستتون ثابت کنین. و مارکو کوریا با مبلغ تقریبا 52 میلیون یورو از چلسی برای رئال مادرید آمد. بازیکن بوده که در فصل گذشته 1 گل و 4 پاس گل در تمام رقابت‌ها آمار ثبت کرده. یک آمار خوب است برای یک دفاع چپ و ببینیم که چی رقم میتونه آمار و یک عملکرد در فصل آینده ثبت کنه از خود. همچنان بازیکن بعدی ابراهیم کناته اگر بازی‌هاش در جام جهانی و فصل قبل دیده باشین با لیورپول، یک بازیکن بوده که خیلی اشتباه زیاد کرده به نظر من و همین بازی مثلا انگلیس فرانسه دیده باشین یا بازی لیورپول دیده باشین به نظر من اشتباه زیاد کرده و نمیفهم که در رئال مادرید چی نوع عمل کرده در فصل آینده ثبت میکنه. من این گپایی که میگم کلش نظر به بازی ها و عملکردهای فصل گذشته بازیکن است و ابراهیم کناته هم موقع آمار خوبم ثبت نکرده. 2 گل و هیچ پاس گل، یعنی 2 گل زده و هیچ پاس گل داده. آمار خوب است و یک دفاع وسط و ببینیم که چی نوع عملکرد با رئال مادرید در فصل آینده ثبت خواهد کرد. بازیکن بعدی دینزل دامفریز، بعد از رفتن و دیگه تقریبا میشه بازنشستگی دنی کارواخال، دینزل دامفریز برای رئال مادرید آمد. دینزل دامفریز با مبلغ 23 یا هم 20 میلیون یورو برای رئال مادرید آمد و یک بازیکن خیلی خوب است. در این بازی دوستانه که ما ببینیم عملکرد و دفاع و همون حمله کردن خوب ثبت نکرده و بازی خوبی را به نمایش نگذاشته، ولی با بازی های جام جهانی انتر ببینیم خیلی عملکرد خوبی را به ثبت و بازی خوبی را گذرانده و ببینیم که
به نظر من یک بازیکن خوب باید باشه، چون که در انتر میلان خیلی بازی های خوبی را به نمایش گذاشته و آمارش هم دنزل دومفریز 5 گل و 2 پاس گل به عنوان یک دفاع راست که جای ثابت نداره. یعنی در تیم میتونه هم ترند باشه فصل آینده یا هم دنزل دومفریز در سمت راست بازی کنه. خب نمیفهم دیگه، شاید یک فصل درخشان در رئال مادرید داشته باشه. بازیکن بعدی بازیکن است به نام کارلوس اسپی، بازیکن نوک حمله، بازیکنی که بعد از رفتن گونزالو گارسیا به فولان قرضی به رئال مادرید پیوست. مبلغ انتقالش هم تقریبا 25 یا 28 میلیون یورو است. از باشگاه لوانته به رئال مادرید آمد و جایگزین گونزالو گارسیا شد و هر وقتی که خدا نکرده مثلا امباپه مصدوم شد یا امباپه بازی کردن نتونست، کارلوس اسپی یک گزینه خوب است. آمارش هم 13 گل و هیچ پاس گل است. یعنی 13 گل زده، یک آمار خوب است به عنوان یک استرایکر یا همون نوک حمله لوانته این آمار رو ثبت کرده. و بازیکن آخرم که میخوایم درباره‌اش صحبت کنم یان دیومونده است. اگر ویدیوی قبلی را ندیدین حتما ویدیوی قبلی را ببینین، چون که درباره یان دیومونده خیلی مختصر کوتاه صحبت کردم. و یان دیومونده بازیکن با استعداد است، خیلی بازیکن خوب است، دریبل زن است، بازیکن خیلی سرعتی است، در دفاع خیلی میتونه کمک کنه، پرسینگ بالایی داره و آمار هم که ثبت کرده 13 گل و 10 پاس گل است. تقریبا 18-19 ساله است، یک بازیکن جوان است، ولی مبلغ انتقالش بازیکن تقریبا در دل خیلی ها خوب، یعنی مبلغ انتقالش 40 میلیون یورو واقعا خیلی یک مبلغ بالا است. یک بازیکن لایپزیگ که مثلا 19 ساله باشه، خب آمار و دریبل و این چیزاش ما کار نداریم، ولی 140 میلیون یورو باید یک بازیکن به نظر من یک مبلغ خیلی بالا است. همچنان حالا من بعد از اینکه درباره همین بازیکن‌ها صحبت کردم، حالا میخوام یک رتبه بندی بکنم که همین بازیکنایی که رئال مادرید خریده کدامش مثلا خیلی خوب بوده یا عالی بوده یا کدامش خوب بوده و کدامش هم بد بوده. به نظر من ای که مارکو کوریا و برناردو سیلوا بازیکن‌های واقعا خوب بودن، یا نه بازیکن‌های عالی بودن. یعنی در این پنجره نقل و انتقالاتی بهترین خریدایی که رئال مادرید کرده برناردو سیلوا و مارکو کوریا است. بازیکن‌های خوب یان دیومونده، دنزل دومفریز و همچنان کارلوس اسپی است. خب کارلوس اسپی او تو بازیکن نیست که ما مثلا بگیم که باید یک آمار خوب به صد بانه یا هم بازی خوب بکنن، چون که جای وقتی که امباپه نباشه کارلوس اسپی یعنی گزینه دوم هست کارلوس اسپی. و همچنان دنزل دومفریز هم بازیکن خوب است و یان دیومونده. فقط درباره یان دیومونده رو بگیم که به خاطر مبلغ انتقالش مده جایگاه خوب مانده میره. و بازیکن آخر که در جایگاه بد ماندم ابراهیم کناته بود. خب شاید بگن که مثلا ابراهیم کناته را فری خرید رئال مادرید، یعنی هیچ مبلغ برای جذبش نداد. خب چرا این را در بد ماندی؟ بابت ای که و به خاطر ای که با اشتباهات خیلی زیاد و اشتباهات متعددش من این بازیکن در جایگاه بد ماندم. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم لایک کنین. خدا حافظ.